پیش از تماشای رولик برادرها یک چیز برای شما خاطررسان میکنم که انا همه ویدیو را اگر شما با 100 کس روان کنین بعد از یک ساعت خبر خوش میشن، نه که اگر بی اهمیتی کنین زندگی از شما رو میگردانه. سلام علیکم با همه تماشاگران یوتیوب، با همه پادپیشکان کانال عجایب تیوی. روزی در بین همه ما قریب همین مسلمان ها همین خیلی گپ ها هست، مثلا نوشتجات مثال یگان حدیث پیامبر که یگان آیت قرآن، عموما یگان نوشتجات اسلامی است. بسیاری برادران مثال موده که شما در روی میکنن، بعد هم متن وقت خونده تا آخرش میای، بعد در آخر نوشتگی که همین چیزا با 10 نفر روان کن یا که با 100 نفر روان کن. با اونجا بعضیش شرط موندگی که اگر همین را 100 نفر در روان کنی بعد از یک روز یا که بعد از یک ساعت با شما معجزه روی میده، یا که نوشتگی که اگر روان نکنی، اگر بی اهمیتی کنی زندگی از شما رو میگردونه. خلاصه گپ برادرها یک دوملو درباره انا همین چیز گپ زدگی است. از ما سخناشم میمونم گوش کنین. دوملو گپ زدگی است که مثلا انا همین خیلی نوشتجات از کجا پیدا شد، کی همین چیز تیار میکنه، برای چی تیار میکنه، با چی مقصد همین چیز تیار میکنه. مرحبا ما سخناشم گوش کنید و با صحبتمون دوام میدیم. برادر سوال داده که خط میگه که حدیث میگه که آیت میگه میره با 10 نفر روی که یا که 100 نفر روی که همین خیلی درسته یا که نیم. برادر بسیاری همین خطوی که میاد در اوجه در آخرش نفسگی با 10 نفر رویش که یا که با کم یا که با زیاد یک معجزه میبینی، بعد 5 دقیقه معجزه میشه یا که بعد 3 روز. اگر فکر کنیم همین ای که جا پیدا شدگی ای کی برآوردگی ای، برای چی، مقصد اینها برای روی کردن همین چی است، ای کدام شهر برمگی ای، همین مقصد چی است. این در گازیت نیوز گفتنی گازیت ای تل ابیب میبراید در یکی از گیم که چیوش سرلوحاش نوشته که چخیل اسلام را بجنبونیم و چخیل بتونیم که با اسلام ما خوجین اسلام شیم. در همونجا نوشته که فرق دینی در اسرائیل. هنری لیونر گفتنی شخص صراحتا گفته که ما یاردمچه ها و یاردمگرها و یاردمچه زیاد داریم که قطعیمو شب و روز در واتساپ ها کار میکنن، در واتساپ و تلگرام اینو کار میکنن برای ضعیف کردن اسلام بین مسلمان ها. با اضافه کرده گفته که ما بیانات ها را به زبان عربی می نویسیم، به ترکی، به هندی، به فارسی، به کدام لغت هایی که مسلمان ها گم میزنند در روی دنیا به هم لغت ها می نویسیم. در این رساله ها میگه ما می نویسیم آیت های قرآن، حدیث های صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم می نویسیم و سخن های امام های مسلمان ها را سخن های صحیح می نویسیم، لیکن در اخیر همون رساله می نویسیم که همین را برای 10 نفر روی کرد، یا که برای 5 نفر یا که برای 100 نفر. اگر همین را روی کردی، اگر برای همین 10 نفر برای یک معجزه پیدا می شود، همون روز همون معجزه را می بینیم، یا که بعد 15 دقیقه یا که بعد 3 روز یا که زیاد یا کم، همین خیلی ده. برای همین تأکید میکنه همین امر این با میگه که این کار شیدگی من خدم کردگی و اکید حاصل میشه معجزه. بعد همون وقتی گفتن همون انسان همون خط گفتگی که 3 روز یا که 5 روز یا که 15 دقیقه یا که 10 دقیقه همون چی میگذره، همون وقت میگذره و نگه میکنه مسلمان که یگان معجزه نیست، یگان تغییرات نیست. آن چیزی که درباره الله خوند، درباره پیغمبر خوند، درباره امام های مسلمان خوند، میگه همش دروغ بوده است، فقط همش فریب بوده است، فقط از آنها هیچ را انتظار شدن در کار نیست. بعد همین خیلی در فکری هم مسلمان میدروید. این بگیم که ایمان انسان به این گپا ضعیف میکنن. با گذشت زمان، با گذشت وقت این تکرار به تکرار میشه. این خطها ایمان انسان به دین چند مراتب ضعیف میکنن. در دینشو بگیم که جنبش میدارن،
عقیده اونها را ویرون میکنند. فقط خیال میکنن که دیگه درباره الله رسول همش دروغه، همش فریبه، هم خیلی دیگه فکر میکنن. بعد میگه که در این حالت وقتی که عقیده مسلمان در این حالت که رسید، بعد میتونیم که اونها را در تای دست بیاریم، چه خیلی بفرام هم خیلی تاوشو بتیم. این یهودی همین خیلی چی دارن؟ نیا دارن. برای همین جوان ها خطاب میکنیم، هممون خودمونم جوان ها را، همه کسی که میشنود انشاءالله از همین حاضر و بعد اگر همین خیلی مکتوب برای تبیه، اگر همه داریم که انشاءالله که او را کورش میکنی و پهنش نمیکنیم و همه داریم که انشاءالله کدوم برادر که همین گفت همیش نمید پهنش نکی و بگیم که یهودی و کافرها بگیم همین نیتی بد دارن برای مسلمان ها، برای دروغ در بین مردم جا کردن که مردم از الله رسولش دل شکسته کنن، دل خنه کنن. و دین اسلام همه وقت پایهاش مستحکم میسه تا روز قیامت، اگر چند که اونها چند کوشش هم کنن که الله تعالی خودش دین اسلام محافظت میکنن. و صلی الله علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خب این گوش کردیم برادرو، با چی مقصد کیها تیار میکردن برای ضعیف کردن ایمان مسلمان ها. راستی من هم چیزا پیشتر شنیده بودم و در یوتیوب هم دیده بودم، اینکه خواستم که درباره همین ویدیو کنم که با آدمایی که نمیدونن هم چیزا با خوشروتر بفهمن. خیلی کمی دوملو گفت زده، خیلی چیزا مثلا بخونه تو اونجا مثال دلیل میارن، حدیثای صحیح یا که آیاتای قرآن دلیل میارن، بخونه تو نه که با هیچ کس روان نکنید، یا که همون پایان نوشته جاتش که هست با 10 نفر روان کو با تو معجزه روی میتین، هم چیزش کور کنید تو بعد روان کنید. خب این خیلی برادرها تا ویدیوی آینده در پناه الله باشین، همین ویدیو را پهن کنید که همه از همین چیز بخبر باشد و بسیاری مسلمان ها گمراه نشوند. خیر در پناه الله.